تالاب انزلی و یا مرداب انزلی تو استان گیلان و شهر بندر انزلیه. خیلی از کارشناسا و مورخا با بررسی و تحقیق روی رسوب‌های ته‌نشین شده تالاب زمان شکل گیری اونو 15000 سال پیش میدونن. این تالاب محل تخم ریزی آبزیان و پناهگاه امن پرندگان بومی و مهاجره. توی این مرداب جزایر زیبایی هست که دو شهر بندر انزلی و آبکنار هم در ساحل اون قرار دارن. تالاب انزلی با وسعت 180 تا 200 کیلومتر مربع حکم تصفیه خونه رو برای رودخونه هایی داره که به دریای خزر میریزن. این تالاب با بیش از 100 گونه پرنده و 50 گونه ماهی و صدها گونه موجودات گیاهی اکوسیستم کم نظیری داره. تالاب انزلی از سال 1354 جزء تالاب‌های بین‌المللی حفاظت شده و مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر است. نیلوفرهای آبی یکی دیگه از گونه‌های گیاهی تالاب انزلی هستش که در رنگ‌های سرخ، سفید و کبود دیده میشن و توی ایران در خطر انقراض قرار دارن. جالبه بدونین گلای نیلوفر آبی توی خیلی از ادیان و باورها به عنوان نماد پاکی شناخته میشه و بسیاری دیدن اونا رو به شانس و یا خوشیومنی تعبیر میکنن. شاید به این دلیله که این گلها تنها در روزهای خاص و یا با سختی از گل و لای بیرون میان و بر اومدن اونها به معنای زندگی دوباره است. شما چی؟ شما تا حالا تالاب انزلی رفتین؟